من از رادیوی کمیته تلویزیون و رادیو زنگ زدن که گفتن که هم خیلی شخص هست شما و اول که ما روزی شدیم و سرود ما بردم اونها گوش کردن با اونها مخفول شد ولی اونها گفتن که از سری نو همین سروده ثبت کن. بعد من ثبت کردم و اونها یک بار دیگر گوش کردن با اونها پسند آمد و با همون مسکو روی کردن روان کردن اونها گوش کردن اونها با همین چیز مخفول شد. بعد همین با یک سرود سبب شد که اونها مرا با همونجا دعوت کردن. تاجیکستان ای دیارم سرزمینی کوهسارم ای دیاری نام دارم دولتی آوازه دارم در بری تو بختیارم عالی سامان افتخارم. همین سرود بود که من توانستم با یاری همین سرود همون جشن را اشتراک کنم.